ببینید دوستان عزیز، یک چیزی کاملا بد نیست و یک چیزی کاملا خوب نیست. حزب نهضت، احزاب مختلف دینی، مذهبی، سیاسی خاصا در 100 سال اخیر، اولین احزاب سیاسی و دینی که تأسیس شدن مثلا اخوان المسلمین از جماعت اسلامی هند و پاکستان، از حسن البنا رحمت الله علیه و مولانا ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه که اینا تقریبا در یک زمان زندگی می‌کردن. در شبه قاره هند تا هنوز پاکستان جدا نشده بود جماعت اسلامی تأسیس شد که تأثیر فکری فراوانی بر مسلمانان شبه قاره هند تا افغانستان و ایران داشت. از یک طرف در سرزمین مصر جماعت اخوان المسلمین تأسیس شد. گروهی بودن گفتن که خلاص ما چه اسمی بگذاریم، گفتن ما برادران مسلمان هستیم، گفتن برادران مسلمان شد اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یعنی برادران مسلمان. احزاب دیگری هم در کشورهای دیگر وجود داشت که بعد از استعمار خاصتاً مسائل پارلمان اومد و انتخابات اومد و جدای دین از سیاست اومد و اینا، بعد از یک دوره استبداد و دیکتاتوری، استعمار و قتل و وحشت و بربریت، یک دوره آزادی که اومد، احزاب تشکیل شدن و از این متأثر شدن از اون فضای به اصطلاح سیاسی که در غرب وجود داشت. یک نوع تقلیدی است، یعنی ساختن احزاب اسلامی در تاریخ اسلام وجود نداشته. مثلا ما فرقه‌های فکری داشتیم، فرقه‌های اعتقادی داشتیم، اما فرقه‌های سیاسی که اونا خیلی نادر وجود داشت، یعنی در این چیزا به شکل منظم و مرتب اولین بار بعد از دوران پایان استعمار در کشورهای اسلامی اخوان المسلمین و جماعت اسلامی و بعضی از احزاب دیگری تأسیس شد. عموما همه احزاب اسلامی که تا امروز در جهان اسلام تأسیس میشن یک ریشه فکری در حرکت اخوان داره. عموما کلا احزاب سیاسی مذهبی که در کشورهای اسلامی هستن، حتی همین حرکت آخوندها در ایران، ولایت فقیه که بعداً اومدن با دیکتاتوری بر مردم حکومت کردن، اینا در شروع برای اینکه جامعه شیعه رو آماده بکنن برای یک حرکت سیاسی انقلابی، اومدن از فکر اخوان استفاده کردن. همین خامنه ای، شاید این اطلاعات نسل جدید ندونن، همین خامنه ای کتاب‌های تفسیر اهل سنت از سید قطب رو که یکی از مفکرین اخوان المسلمین بود رو به فارسی ترجمه کرده و تقریبا همه کتب افکار انقلابی حرکت اخوان المسلمین به زبان فارسی توسط آخوندها ترجمه شده قبل از انقلاب. چون این فکر رو باید در جامعه شیعه ایجاد می‌کردن که یک حرکت انقلابی مذهبی باید در جامعه ایجاد بشه، چون جامعه شیعه مخالف حرکت انقلابی مذهبی است. جامعه شیعه طبق اعتقادات شیعه باید منتظر باشه امام زمان ظهور بکنه. تا قبل از ظهور امام زمان تو حق نداری حکومت بسازی. به خاطر همین چی میگن به خمینی و خامنه‌ای؟ نائب امام زمان، ولی فقیه. اصلا فکر ولایت فقیه رو چی رو آوردن؟ گفتن در دین شیعه که جایز نیست که تو حکومت تشکیل بدی، حکومت رو باید امام زمان بیاد تشکیل بده. در دوران غیبت تو حق نداری حکومت تشکیل بدی. اومدن گفتن که ما یک فکری رو به نام ولایت فقیه آوردن که یعنی فقیه میتواند نائب امام زمان باشد در دوران غیبت و تشکیل حکومت بدهد. اصلا اندیشه ولایت فقیه از اینجا شکل گرفت. برای شکلگیری نظام و حکومت نیاز به حرکت انقلابی داشتن. این حرکت انقلابی رو از کجا آوردن؟ از فکر انقلابی اهل سنت، از جماعت اخوان المسلمین آوردن. کتب اخوانی ها رو آوردن ترجمه کردن و این فکر در بین جوانهای شیعه، جوانهای انقلابی شیعه ایجاد شد و به خاطر همین نسل اول انقلاب رو ببینید، مانند رجایی، باهنر، بهشتی، مرتضی مطهری، کروبی، موسوی، ولایتی، اینا همه این نسل انقلابی هن، متأثر از فکر اخوان المسلمین. بعد از اینکه این نسل رو تربیت کردن با فکر اخوان، بعد اومدن همون کتاب‌های اخوان المسلمین در جامعه ایران ممنوع کردن، برداشتن. حالا ندرتاً میتونید پیدا بکنید و کسانی هم که در داخل اینها پیش رفتن، زیاد به اصطلاح آمیختن با فکر انقلابی حرکت اخوان، اونها رو نابود کردن. مثلا بهشتی رو کشتن، مرتضی مطهری رو کشتن، خودشون کشتن.
چون اینها خیلی جلو رفته بودن. اینا فقط همون حرکت رو میخواستن، همون حس انقلابی رو میخواستن، اما اینا کمی جلو رفتن. وقتی که اینا جلو رفتن و در درون این فکر و داشتن متاثر میشدن از اسس فکری اهل سنت در این جماعت ها، بعدن اومدن اونا رو ترور کردن و از بین بردن. علی کل حال اینا جماعت های سیاسی هستن. حرکت نهضت اسلامی در تاجیکستان متأثر از حرکت جهادی و فکری اخوان المسلمین در افغانستان است. در دوران جهاد روسا تعدادی از تاجیک‌ها آمدن در افغانستان، با مجاهدین بودن در جبهات. روابط قومی، روابط خیشی که بین تاجیک‌ها و بین افغان‌ها وجود داشت، روابطی که در مرز مشترک است. اصلا تاجیکستان و افغانستان 100 سال قبل دو مملکت جدا نبودن، همه اینا یک مملکت محسوب می‌شدن. بعد این فکر منتقل شد به خاطر نزدیکی زبانی و فرهنگی، این فکر منتقل شد به تاجیکستان و حرکت نهضت اسلامی در تاجیکستان که متأثر از فکر اخوان المسلمین در افغانستان بود و فکر اخوان المسلمین در افغانستان متأثر از حرکت اخوان المسلمین در مصر بود که اشخاص مانند استاد ربانی و سیاف و بعضی از علمای دیگری که در مصر درس خوانده بودن، از اونجا این فکر رو به افغانستان آوردن و این آهسته آهسته از یک فکر دعوی تبلیغی تبدیل شد به یک فکر انقلابی و جهادی، همزمان با تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، و این فکر منتقل شد به کشورهای دیگه، حتی به ایران. حرکت نهضت اسلامی در تاجیکستان در دوران جهاد با کمونیستا فداکاری کردن، جوانمردی کردن، قربانی دادن. بعضیایی که امروز بیان کلا اونها رو انکار بکنن، خدماتشون رو، فداکاریاشون رو، اینم یعنی بی انصافی است. نه خیر، در بینشون مجاهدین مخلص بودن، انسان‌های علما بودن، انسان‌های مخلصی بودن، قربانی دادن و اشتباهاتی هم داشتن. و از اشتباهات بزرگشون این بود که فریب احمد شاه مسعود و ربانی رو خوردن در قضیه صلح با رحمانوف، در وقتی که در نزدیکی‌های دوشنبه بودن و می‌توانستن قضیه رو به نفع خودشون فیصله بکنن. به اجبار روس‌ها توسط توطئه‌ای که از ایران و از طرف شیعه رخ داد، اینا رو مجبوراً سر میز مذاکره شوندن، در حالی که اکثر رهبران غیر از سید عبدالله نوری رحمت الله علیه مخالف بودن با این صلح. اما اینا رفتن یک صلحی رو کردن که در آخر دیدیم به ضرر خودشون تمام شد و دشمن اینا رو کلاً از میدان برد. بزرگترین مشکل این حرکت ها، چه حرکت احزاب جهادی و اخوانی در افغانستان و چه احزاب جهادی و اخوانی و همه احزابی که مصالح سیاسی رو بر مصالح دینی ترجیح بدن، مشکلشان این است که در حساسترین نقطه، در وقتی که در اونجا مسئله دین و عقیده مطرح هست، اینها میان مصالح سیاسی رو بر مصالح دینی ترجیح میدن، در حالی که انسان مسلمان همیشه مصلحت‌های دینی رو بر مصلحت‌های سیاسی ترجیح میداد. و این سبب شد که در لغزش‌هایی داشته باشن، انحرافاتی داشته باشن، کاملا بد نیستن و 100% خوبم نیستن. نباید تعصب داشت. عده‌ای نهضتی هستن هر چی هست و نیست خوب است، نه این غلط است. و عده‌ای مخالف هستن، نه همه اینا یه اکس بعد سرشون کشیده بشه بد است. نه، در بین نهضتی‌ها شیعه شده بودن، حتی به مذهب رافضه‌گری پیوسته بودن، از خود فرزندان سید عبدالله نوری رحمت الله علیه و از فرزندان رهبران حرکت اسلامی در تاجیکستان. بعضیشون شیعه شدن، بعضیشون به خاطر مصالح مالی، به خاطر منصب، به خاطر پول، دین و جهاد و همه چیز رو فروختن، همونطوری که این اتفاق در افغانستان افتاد. به همین دلیل برادر عزیز، امروز زمان این احزاب گذشته است. امروز نهضت اسلامی یک حزب بود، آمد امتحان خودش رو داد، در امتحان ناکام شد، تاریخ مصرفش گذشت، اکسپایر شد، رفت. اینها به زبالدان تاریخ رفتن. بعضی سعی میکنن اینا رو دوباره برگردانن به جامعه، اما برگردانده نمیشه، چون این دوران سابق نیست. به همین دلیل ما نباید در فکر این احزاب و گروه ها و تشکیلات، چند روز پیش مثلا شنیدیم چند نفر از شخصیت ها و علما و دعوتگران مصلحتی افغان ها آمدن یک حزب جدید به نام اصلاحات و همبستگی و فلان جور کردن. اینها همه به خاطر رسیدن به منصب و قدرت و پر کردن جیب است. مصلحت اسلام، مصلحت امت برایشان اهمیتی ندارد.